سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که اخیراً از سفر به دو کشور مسلمان نشین مصر و ترکیه برگشت که در جریان آن خبرنگاران از مفتی درباره موجودیت فتوای منع ریش و سطر سوال کردند. نشست مصر که عبدالقادرزاده در آن اشتراک کرد نقش فتوا برای دستیابی به ثبات در جامعه نام داشت. سید مکرم عبدالقادرزاده روز 25 اکتبر درباره این سفر و جنجال اخیر در یکی از مسجدهای کنار دوشنبه با اشتراک یک مقامدار محلی پاسخ داد. مفتی تاجیکستان رفتار شاکر خلداروف مسئول حکومت ناحیه رودکی را که نمازگزاران مسجد را تحقیر کرده بود محکوم کرد. سوالی نخست ما از سید مکرم عبدالقادرزاده این بود که منظور از کنفرانس فتوا برای ثبات چی هست که در مصر سر آن بحث صورت گرفت؟ تمام علمای اسلام و عموما اکثریت کلی دولت‌های مسلمان نشین در خطر و خطرها تهدید میکند و همگی در اضطراب و تشویش هستند. به خاطر همین هم یک کنفرانسی بین المللی در قاهره مصر برپا شد که اون هم یعنی تأثیر فتوا برای معتدل نگاه داشتن جامعه مسلمانی و همین عنوان یک کنفرانس بین المللی وجود داشت. ما رفتیم خیلی خوب در اونجا اشتراک و سخنرانی هم با زبان عربی بود. اشتراک و سخنرانی داشتیم و اواخری با مفتی و شیخ ازهر و شیخ ازهر شما میدونید خیلی یک مقامی بلند در مصر و علم اسلام ازهر خیلی مقامی بلند دارد. اواخری با اونا هم داشتیم. اونا هم تشویش و پریشانی و اضطراب و خطرشون هم در همین است که امروز علم اسلام رو با همون فتواهای گروه‌های تندرو یعنی جامعه‌های مسلمانی رو ناآرام کرده ایستادند. باید مفتی‌های علم اسلامی واقعی معتدلی که هست همون اسلام رو و همون فتواهایی که برای نگاه داشتن آرامی جامعه مسلمین تاثیر میکند و تاثیر بخش هست فتواها باشد و فتوانگرانایی که از طرف گروه‌های تندرو و تروریسم و اکستریمیسم متاسفانه گاه فتواها صادر میکنند که جامعه آرامی مسلمین رو به ناآرامی و به خون و خاک میکشند. از این مسلمان آگاه باشند و تشریح چنون یعنی چنین فتواهای تندروی ضررناکی ناآرام کننده رو پیشگیری کنند. یعنی همین گونه یک کنفرانس بود و صحبت‌ها و واخری‌ها بود. زیاده از 63 دولتی جهان در اونجا اشتراک داشتن. خیلی مفید و استفاده خوبی هم کردیم و علمای برجسته شناخته هم در اونجا بودند. سخن‌های خیلی مهم و سخن‌های خیلی مفید بله گفتن و استفاده کردیم در حقیقت. ببینید مطبوعات ترکیه هم پس از صحبت شما نوشت که در تاجیکستان فتوا وجود دارد که خادمان دین حتی ریش نگذارند. شما گفتید که در مسئله ریش مشکلی وجود ندارد. اونا از مسئله ریش گفتن که گاه خبرها و حتی در ترکیه هم بعضی خبرنگار خبر پخش کرده است که در تاجیکستان ریش گذاشتن نمیگذارند خادمان دین و تمام شخصیت ریششون میتراشن. ما گفتیم چنین قانون وجود ندارد، لیکن در حقیقت این یک وقت یعنی برای معین کردن شخص با همون شناسنامه‌اش با حجتی که دارد مطابقت کند و مانند باشد این کار وجود داشت و فعلا خیلی وضعیت آرام و معتدل. ببینید که اکثر جوانان تاجیک که به داعش پیوسته بودند طریق ترکیه به این گروه تندرو رفتند. در این موضوع هم با مفتی استانبول صحبت داشتید؟ در مسئله هم مذهبی و یعنی رابطه‌های دوستانه قبلی و فعلی و مطابقت کردن بعضی فرهنگ و مذهبی اجدادی مردم تاجیک با مردم ترک صحبت‌ها داشتیم و همکاری‌ها نزدیک باید داشته باشیم. در این باره صحبت داشتیم و ما هم گفتیم که همچنین که شما را تهدیدها یا اینکه خطرها شما را تهدید میکند، یعنی همون گونه که شما را بعضی خطرهای تهدید میکند عیناً همون خطرها ما را هم تهدید میکند. باید یعنی ما دشمنی مشترک داریم. باید جامعه آرامی معتدلی که دینداری و مسائل مذهبی خیلی معتدل و آرام و مسجدهای آباد و همیشه شده وجود دارد در هر دو کشور، یعنی این فضای آرام و معتدل کشورمون رو با دستگیری همدیگر باید نگاه بداریم و اون کوشش تبادلات حربی که در اونجا شده بود واقعا هم ما
همون وقت محکوم کرده بودیم و حکومت جمهوری تاجیکستان محکوم کرده بود. یعنی ما اون رو یک بار باز گوشزد کردیم، یکی خب یک بار دیگر به زبان آوردیم و اونا هم که تبادلاتی که 2015 رخ داده بود اونا هم یعنی این رو به یاد آوردند و محکوم کردند. و عموما صحبت ما اطرافی همون دین و مذهب و دینداری و جامعه ارومی مسلمانی. دشمنی مشترک گفتید، منظورتون از داشتن دشمنی مشترک با ترکیه چیست؟ گروه داعش است که اونا هم از اونا خیلی اذیت و خطر در ترس و هراس هستند و ما هم که باشیم خب دیگر افغانستان نزدیک است، 1400 کیلومتر ما سرحد داریم. یعنی هر وقت خطر احتمال است که خطری تهدید کند، یعنی نه تنها ترکیه بلکه تمام عالم اسلام رو این داعش شد در این دولتی به نام اسلامی ساخته بعضی قواهای بدخواه، یعنی همه رو تهدید میکنن. حالا شما آگاه هستید که مصر رو چقدر شد ترکیش شده است و عبدالفتاح سیسی هم فکر میکنم در یک سفر خارجیش از اونجا اظهار داشت که متاسفانه گروهی به نام دولت اسلامی داعش از عراق و سوریه با واسطه لیبیا به مصر هجوم کردنی است. یعنی همه عالم اسلام رو یعنی این گروه تهدید میکند. این گروه یعنی خطرناک مشترک یا اینکه دشمنی مشترک عالم اسلام مسلمان ها البته آشکار و روشن است. حالا گروه دیش در سوریه و عراق نیز شکست خورده است و احتمالی بازگشت اعضایان این گروه به کشورهایشان وجود دارد. در این راستا باید کدام اقدام‌هایی را روی دست گرفت؟ نه تنها روحانیت و خودمان دین بلکه تمام جامعه باید بیدار باشن، هوشیار باشن. این خطری است که تمام عالم را تهدید کرده است و شما خوب آگاه هستید که دولت‌های خیلی پیشرفته غربی و همه دیگر دولت‌های خیلی پیشرفته رو یعنی در اونجا عملیات‌های تروریستی و ترکیش و دیگر انجام داده ایستادند. یعنی همه باید آگاه باشد، همه باید خصوصا خودمان دین باید یعنی اسلامی واقعی معتدلی که میخواهد همیشه انسانیت نه تنها مسلمان، انسانیت همیشه آرام و جامعه انسانیت و جامعه مسلمین همیشه آرام آورد و بین مردم و بین انسانیت تمام دین و تمام بشریت مهر و محبت، یک باوری و عهد و پیمان دوستی باید تمام قشرهای جامعه و خصوصا بین مسلمانان یک اخوت و محبت و دوستی و برادری باید باشد. یعنی این مضمون و این معنی و محتوای مضمون یعنی اصلی اسلام رو باید البته به سمع تمام جامعه و خصوصا جوانان باید خادمان دین برسونن. البته مقامات وظیفه خودشون رو اجرا کرده ایستادن. من فکر میکنم که مقامات یگان کوتاهی در این مسئله ندارن، تمام احتیاطات و تمام یعنی کارهای ضروری که باید انجام بدهن انجام داده ایستادن. اما من از نام خادمان دین گفته ایستادم که باید خادمان دین هم یعنی سهم خود رو در آرامی جامعه باید داشته باشند، باید مهنت و زحمتشون رو برای آرامی جامعه و پیشروی جامعه و اخوت محبت و دوستی و برادری مردم مسلمان و جامعه مسلمین باید سهم داشته باشند در این سمت. ضمناً البیر کرگانوف مفتی مسکو چند پیش گفت که مهاجران تاجیک به شدت افراطی میشوند و از روحانیان تاجیک انتقاد کرد که در این زمینه در روسیه هیچ کاری انجام نمیدهند. نظر شما چی است؟ در سایت رسمی خود ما جواب پاسخ گردانیدیم، نمیدونم در کدام اساس گفت است. دیگر به هر حال شاید از اون تشبث‌ها و مهنت‌ها و زحمت‌های ما و بخوری‌ها و سفرهای رسمی ما که با مهاجران مهنتی در مسکو و در شهرهای گوناگون روسیه ما بخوری‌ها و ملاقات‌ها داشتیم. البته شاید اون فکر میکنم که آگاه نبوده است. ما اون رو آگاه کردیم، گوشزد کردیم که نه چنین نیست. ما ارتباط داریم، ما همیشه حتی روزها یعنی همه روز از اون طرف تماس ها می شود و ما نصیحت ها و توصیه ها و پند و اندرز و راهنمایی ها میکنیم برای مهاجران مهنتی خود. خب با وجود این همه باز خب دیگران هم سعی تلاش دارن برای گمراه کردن بعضی از جوانان مهاجرت مهنتی. شاید یعنی اون تا یک اندازه بیخبر باشد از این مهنت و زحمت ما. جناب مفتی، چند هفته اخیر که شما در سفر بودید، یک نواری شاکر خالداروف مسئول کمیته دین در ناحیه رودکی که نمازگزاران را حقارت می‌دهد بحث زیادی را ایجاد کرد.
نظر شما با اون نوار و رفتار این منصبدار چی هست؟ البته این نشانه ضعیفی و ناتوانی همون انسان، یعنی بد اخلاقی و بد رفتاری همون انسان هستی. چنین دشنام خصوصا در صحن مسجد میدید، چرا که انسان عاقل و انسان فاضل و انسان کامل هیچ وقت در هیچ شکل و هیچ صورت باید به این گونه دشنام و تحقیر حقارت باید راه ندهد. این نشانه از بد اخلاقی و ضعیفی و ناتوانی همون انسان دلالت میکنه. یعنی قبول ندارن اون شیوهی که اون رفتار کرد، اون قابل قبول نیست. از نه حکومت قبول دارد، نه انسانیت قبول دارد، نه آداب خدمتچی دولتی اون را قبول دارد و آداب خدمتچی دولتی هم چنان نیست که رفتم، یعنی با وجود این که اگر که حجت هم ندارد مسجد همچون یک جای روحانیت و جای عبادت، یعنی هیچ وقت حکومت و آداب خدمتچی دولتی هم نمیگذارد که یک خدمتچی دولتی برود با چنین سخنهای قبیح با مردم صحبت کند. البته این رو هیچ کس قبول ندارد. شما آگاه هستید که اون رو به حبس گرفتند، یعنی چند روزی داشتند و تحقیق کردند و جریمه کردند. البته این باید چنین میشد شد.